صندلی جان، تو این ماشین هندلی اوف، بگیر گواهی نامه رو، هیچ ماشینی سوار نشو. گواهی نامه میگیرم، ماشین خوب میخرم، میرم توی خیابونا با پاتریک و با بچه ها. توی ماشین تو و من، سیستم مساب خفن، رینگ و لاستیک اسپورت، هوش از سر و کلم برد، شیشه دودی با باربند، بوق بنزین روش ببند، همه جا تو کوچه ها دستی بکش دور در جا. لا 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 لا. صحبت میکنه شوماخر بابی جا، شوماخر دست فرمون آب نما، چراغ راهنمایی قرمز و سبز و زرد، اون آقا که پلیسه همون جو نصفش کرده، خوبه که یاد بگیری اینا را دونه دونه، چراغ سبزود برو، قرمز که میشه نرو، زرده که میشه روشن، احتیاط کنه همیشه. برو بشین رو صندلی جان، تو این ماشین هندلی اوف، بگیر گواهی نامه رو، هیچ ماشینی سوار نشو. یواش بره و خطر داره، صندلیاش فنر داره، جریمه میشی تون بری با این ماشین هندلی. یواش بر یواش یواش یواش. این چرا اینطوری صحبت میکنه من نفهمم. شوماخر دیگه. آها از اون لحاظ رسپایت زیاده. باید که به همه بگی برای رانندگی سر کلاس بشینین، گواهی نامه بگیرین. بابای من 600 ساله که گواهی نامه داره ولی هنوز رانندگی بلد نیست. خودم بهش یاد میدم. تو اگه بلد بودی که نمیرفتی تو دیوال. کو دیوار؟ اینها تو گواهی نامه داری احتیاط کن یه کمی، تو عزیز دلمی با ماشین نزنی به جایی، احتیاط کن یه کمی، تو عزیز دلمی تو لذیذ معدمی. برو بشین رو صندلی جان، تو این ماشین هندلی اوف، بگیر گواهی نامه رو، هیچ ماشینی سوار نشو. میخوام بگم که ماهرم، خودم یه پاشو ماهرم، گاز و کلاج و دنده ام، فرمول 1 برنده ام، همیشه تخت گاز میرم، فرمونو با پا میگیرم، رقیب من هیچ کسی نیست، رانندگی در حد 20. باب اسفنجولی جان دل، یکی دوتا از این بچه های سوار کنیم بریم بیرون یه دوری با هم دیگه بزن. یه بوخ بزن بوخ بزن دیگه. پاتریک این خانوم پافه. پس خودش ماشین داره، من اصلا نمیدونستم. باب اسفنجی این چه وضع رانندگی کردنه؟ دست فرمونت اصلا خوب نیست.